فاصله آفتاب و زمین 93 میلیون میل یا مایل است. ولی در احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده که در روز قیامت آفتاب به اندازه 1 میل به سر انسان نزدیک میشه. وقتی حال آفتاب 93 میلیون میل از ما و شما دور است، در بعض مناطق شما ببینید که مردم از گرمی و از حرارت ضعف میکنن. وقتی درجه حرارت حداقل به 48 و 50 میرسه، انسانها توانایی زندگی کردن نمی داشته باشن. اما تصور بکنین که در روز قیامت که وقتی آفتاب به اندازه 1 میل به انسان نزدیک میشه، این انسان در چه حالت قرار می داشته باشه؟ انسان با شنیدن این حدیث تکان میخوره و فکر میکنه که در این روز دیگه من تباه میشم، زندگی برم ناممکن است و شاید از سردردی و سرم شاید جوش بخوره، از گرمی و مغزهایم از شدت حرارت آفتاب جوش بخوره. ولی در حدیث دیگه ما و شما میخوانیم که الله متعال بر بنده های واقعی خود نجات از اینمی حرارت آفتاب بشارت میده. در حدیثی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگه فرمودند که 7 طایفه مردم هستند که یظلهم الله تعالی فی ظله، که الله اونا را در زیر سایه خود نگه میدارد. یوم، در روزی که لا ظل الا ظله، که در او روز هیچ سایه نیست بغیر از سایه عرش الهی و سایه رحمت الهی. همین روز است که آفتاب به اندازه 1 میل به مغزهای انسانها نزدیک شده. همه در حالت هیجان و خطرناک قرار دارند، ولی 7 طایفه مردم هستند که اونا در زیر سایه رحمت الله هستند و این آفتاب 1 میل به مغز از اونا ضرر نمیرسانه، بلکه اونا در راحت و استراحت می باشند. این 7 طایفه کی هستند؟ و آیا ما از جمله از این 7 طایفه هستیم؟ و اگر نیستیم سعی و تلاش بکنیم که خدا در این 7 طایفه داخل بسازیم تا در روز قیامت از اموت عذاب سخت نجات پیدا بکنیم. طایفه اولش امام عادل، کسی که رهبر باشه ولی رهبر عادل باشه. قسم دومش شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت الله نشأت نموده. سومش رجل قلبه معلق فی المساجد، شخصی که قلبش در مساجد معلق است. قسم چهارمش و رجلان تحابا فی الله، 2 شخصی هستند که یکدیگر خدا به خاطر الله دوست دارن، اجتمع علیه، به محبت الله با هم یک جای میشن، و تفرق علیه، و به محبت الله از هم جدا میشن. و قسم پنجمش و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، یک مرد است که او را یک خانمی که صاحب منصب و جمال است این دعوت میکنه به یک کار زشت. این برش میگه که انی اخاف الله، من از الله میترسم. و رجل، و شخص است که تصدق بصدقه، که این صدقه میته فاخفاها، آنقدر این صدقه را پنهانی برای امو مستحقینش میرسانه که حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، دست چپش نمیفهمه که دست راستش چی داده است. و قسم آخرش و رجل، و شخص است که ذکر الله خالیا، الله را به تنهایی یاد میکند، ففاضت عیناه، پس چشمانش اشکالود میشه از ترس الله. دوستان عزیز، اولی طایفه امام عادل است، رهبری که عدالت کردن، و عدالت بدون حاکمیت شریعت الله حاصل نمیشه. بدون ای که کتاب الله و سنت رسول الله تطبیق شود، این امام به عدالت نمیرسه. پس امامی که رهبریت میگیره، چی خلیفه مسلمان ها هست یا امیر المؤمنین مسلمان ها هست، زعیم مسلمان ها هست، بزرگ مسلمان ها هست، وقتی این مطابق کتاب الله و سنت رسول الله حکم میکنه، الله متعال بر از یک درجه میته که در زیر سایه عرش الله در روز قیامت میباشه. قسم دومش جوانی که امروز بسیار کسایی هستند که در جوانی با گناه و با معصیت مشغول می باشند، ولی باز وقتی که پیر شدن توجه به عبادت می کنن. اما وقتی یک جوان در جوانی به عبادت الله مشغول می باشه، الله متعال برش امت یک مقام و منزلت برش میده که
در زیر سایه عرش الله در روز قیامت می باشند، در وقتی که آفتاب امروزی که 93 میلیون میل از سر ما و شما فاصله داره 1 میل میرسه فاصلش. سوم قسم طایفی هستند که قلبشان با مساجد است، 5 وقت در جماعت حاضر می باشند. تقسیم اوقات 5 وقت مسجد در سرش حفظ است و در جماعت تنبلی نمی کنه. الله برشت یک عزت میده که در زیر سایه عرش الهی، در زیر سایه رحمت الله در روز قیامت یک چوکی بزرگی برش داده میشه. قسم چهارم رجلان تحاب فی الله. امروز محبت به خاطر الله بسیار کم شده. دوستی ها به خاطر چوکی هست، به خاطر که فلان مالدار است، به خاطر فلان زیبا هست، به خاطر فلان قهرمان فوتبال و بوکس و قهرمانی است مثلا در یکی از ورزش ها، و یا در یک فیلم کار میکنه. حتی یک بچه فیلمی که هندو هست، کافر است، یک فوتبالر کافر با او دوستی میکنه. اما الله برای کی عزت یک چوکی زیر سایه عرش خدا در روز قیامت نصیب میکنه؟ برای دو شخصی که محبتشان به خاطر الله هست، به خاطر الله با هم یک جای میشه مجلس میگیرن و وقتی از مجلس جدا هم میشن به خاطر رضایت الله. قسم دیگه امروز بسیاری کسایی هستن که حتی اگر یک زن عادی بدکاره او را به طرف گناه دعوت بکنه، به طرف از او میبینه، فیلم از او آنقدر او را غرق میکنه که روزها چندین بار او فیلم تکرار سیل میکنه و سریال یک لحظه هم فراموش نمیکنه. و یا هم در بازار و کوچه ها و در تصاویر و در موبایل ها. اما انسانی که یک خانمی که بسیار منصب داره، بسیار جمال و زیبایی داره، ای را به گناه و زنا دعوت میکنه، ای برش میگه که اینی اخاف الله، من از الله میترسم، من به طرف تو نظر نمیکنم، من مرتکب گناه نمیشم، من خود به زنا نزدیک نمیکنم، زنا خود چیز که نمیکنم. الله برزی عزت میده که در زیر سایه عرش خود برزی در روز قیامت چوکی بزرگی که در این روز یک روزش 50,000 سال هست، 50,000 سال دنیا. قسم دیگه امروز صدقات بسیارش ریاکاری هست، با کارت و با دعوتنامه ها، حتی حق یتیم و مسکین و فقیر به مردم های پولدار داده میشه و بر از اونا خورانده میشه. اما مسلمانی که این صدقه را مراعات میکنه و به شکل مخفی برای مستحقش میرسانه، حتی به اندازی را مخفی میسازه که دست چپش نمیفهمه که با دست راست چی داده. و آخری امروز بسیاری قلب ها آنقدر قاسی و سخت شده که هر قدر برش از الله و از رسولش و از دوزخ و از جنت و از عذاب آخرت و از سختی های جان کندن برش ذکر شود، هیچ تأثیری در وجود از این نمیکنه. اما کسی است که یک گناه خدا به یاد میاره و عذاب الهی را و عدالت الهی را و دوزخ و از ترس الله و یا هم از محبت الله چشماش اشکالود میشه و قطرات اشکی از چشمتی میریزن، پس الله برای یک عزت میده که در روز قیامت، در روزی که 50,000 سال دنیا اندازه دارن و در روزی که آفتاب دوری 93 میلیونی به 1 میل نزدیک به سر شده، در اینجا الله ای را از این حالت نجات داده، در زیر سایه عرش بر از او چوکی میده که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. در زندگی می باشه که از او زندگی خود در روز قیامت راضی می باشه.